سلام به دوستان فالمند عزیز. یه ویدیوی دوم امروز میخوام بذارم. اول که این ویدیو رو شروع کردم در فکر حرکت‌های برای زانو بودم، ولی بعد فکر کردم که برای زانو چون خیلی اعضای پشت بدن به شونه و کتف و پشت و اینا و باسن همه به هم ربط داره، یه مقدار حرکت‌های مختلف برای پشتم اول انجام میدیم که کمک بکنیم برای تمام بدن. بعد یک چیزی که دیگه میخواستم بگم توی این حرکت‌های یوگا، اگه سعی میکنین از این بلاک‌ها داشته باشین، اینا خیلی خوبه، کمک میکنه هر حرکتی رو که نتونین انجام بدین. این چون 3 تا سایز مختلف داره، این بلندترینشه، بعد این متوسطه، اینم به صورت کوتاه‌ترینه. هر موقع خاص احتیاج داشتین که استفاده بکنین، دستتون مثلا خم شدین به زمین نرسید، شما اینو میتونید تو سایزهای مختلف امتحان بکنید. یکی دیگه هم یه پتوه که اگه مشکل دارین برای زانو یا برای کمر یا برای به قول معروف باسن، برای نشستن، میتونین اینو بذارین زیرتون بشینین. اینجا توی آمریکا خیلی هم مشکل دارن با این مدل نشستن. بعد امروز یه مقدار شروع میکنیم برای گردن و برای پشت، این عضلات کنار کمر کمک میکنه. اولی که میخواستم شروع بکنم یه ورزش خیلی ساده است که برای شونه خیلی خوبه. دستاتون رو میبرین پشت و هم گره میزنین اینجوری و شروع میکنین به بالا نگاه میکنین. حرکات گربه و گاو و هفته پیش گفتم. اینجوری میتونین پشتتون رو جمع کنین مثل گربه و باز کنین مثل گاو. وقتی میایم پایین نفس رو بدین بیرون، وقتی میریم بالا مثل گاو نفس رو بدین تو. اگه دوتا پشت شونتون به قول معروف انگلیسی میگن شولدر بلید، اگه دوتا استخون شونه این پشت به هم برسه خیلی خوبه. اگه نه که فقط احساس بکنید که این عضله این پشت بین دوتا استخون شونه است. ادامه بدیم، نفس رو بدیم بیرون، نفس رو بدیم تو. حرکت بعدی برای گردن خیلی خوبه، ولی باید خیلی مواظب باشین کسایی که آرتروز دارن به گردنتون فشار نمیاد. این چون تمام روز شما نشستی اینجوری با تلفن یا هر چیزی، کتاب، کامپیوتر، گردن همش اینجوریه. این کمک میکنه که به طرف برعکس بتونید گردن رو نرمش بدید. حالا چجوری این کار میکنی که درد زیاد نگیره؟ تا دستاتون رو میارین بالا، میذارین پشت گردنتون به هم میبندین، دوتا آرنجا رو اینجوری نمیگیریم، به هم موازی. بعد آروم گردنتون رو میاریم بالا، بالا رو نگاه میکنیم، میاریم پایین. این کار رو 10 بار میتونیم انجام بدیم. 3 4 5 6. مواظب باشین قشنگ پشت گردنتون محکم نگه دارین که فشار نیاره. هر چقدر این استخون شونه از جاش باز بشه، از دنده جدا بشه، این بهتره که شونه رو باز میکنه و یه مقدار گردن هم کمک میکنه. 7 8 9 10. بعد از این میریم برای به قول معروف دور میزنیم به هر طرف. دست چپ رو میذاریم رو زانوی راست، دست راست رو برمیگردونیم به طرف راست نگاه میکنیم. یه چند لحظه اینجوری نگه میداریم. بعد یه حالت مشکل ترش اینه که این دست چپ روی زانوی راسته
دست راست رو میاریم بالا در جهت مخالف. این باعث میشه که تمام عضلات کنار دنده ها همه باز میشه. میتونی اینجا چند تا نفس ادامه بدین. خیلی فشار نیارین که کمرتون درد نگیره. هر چقدر بتونین فقط احساس بکنین که اینجا داره باز میشه، شونه خود از جا در میاد، ولی به گردن فشار نباید بیاد. گردن باید ریلکس بشه. نفس میدیم بیرون، نفس تو، نفس بیرون. بعد عوض میکنیم. دست راست روی زانوی چپ، دست چپ رو زمین برمیگردیم. این دیگه بستگی داره که گردن چقدر آزاده. میتونه گردن به عقب نگاه کنه، میتونه گردن به جلو نگاه کنه. هر نفس عمیق که میکشین سعی کنین کمرتون رو صافتر کنین، ستون فقرات رو بیارین بالا. بعد وقتی نفس میدین بیرون میاد احساس میکنین بازتر میشه. حالا دست چپ رو میارین بالا، گردن آروم، گردن رو فشار نمیاد، ولی این تیکه رو میتونین باز کنین. فقط باید مواظب باشین که خیلی خم نشین برای دفعه اول که خیلی کمرتون درد نکنه. بعد از این حالا که احساس میکنید یه مقدار کمر و گردن اینا استراحت کرده، میتونیم بریم به طرف همون ورزش گاو و گربه. گاو به این صورت بود که کمر به طرف پایین قوس برمیداره، نفس عمیق. گربه مثل گربه که صبح پا میشه یا موقعی که عصبانیه اینجوری نفس میدیم بیرون. گاو نفس تو، گربه نفس بیرون. گاو، گربه. این رو 3-4 تا نفس همینجوری ادامه بدیم. بعد شروع کنین یه خورده این گاو میتونین نه گاو نه گربه به حالت وسطش حالت خنثاست که نه اینجوریه نه اینجوری. وقتی صاف شد یه خورده با باسنتون میرقصین، مثل که داری رقص ایرانی تمرین میکنی. بعد جهت برعکس. بعد یه پا رو میاری عقب، شروع میکنیم با پاشنه پا بازی کردن. پاشنه پا بازی کردن خیلی خوبه برای اینکه سن که میره بالا، پاشنه که ضعیف میشه، بعد موقعی که فرضاً میخوایم بریم اینجا جا قالیه، شما میخوایم پاتون رو بلند کنیم که به قالی گیر نکنه، این عضله مچ پا خیلی مهمه، مخصوصا برای سالمندا. تو خیابون ممکنه دست اندازی چیزی باشه یا خیابون صاف نباشه، این باعث زمین خوردن میشه. بنابراین این عضله های مچ پا رو هرچی بتونیم قوی کنیم بهتره. بنابراین از این حالت خنثای کتکا میای عقب، شروع میکنیم بازی کردن در هر دو جهت. بعد بعدی اوکی. بعد از این یه ورزشی هست که بهش میگن حرکت بچه. حرکت بچه اینه که دوتا زانو رو باز میکنیم و این دستا رو میاریم به طرف جلو، دستا کاملا صافه رو هوا، که این باعث میشه برای شونه خیلی خوبه، شونه ها باز میشه. ولی اگه کسی زانوش درد میگیره در این حالت، یه چیز دیگه هست که بهش میگن حرکت طول سگ. چون یه حرکت دیگه هست که این رو بهش میگن حرکت سگ برعکس، ولی این چون مشکل انجام دادن این نیمه اونه و همین بهش میگن طول سگ. یعنی میای رو زانو، بعد برمیگردی عقب تا اونجا که میتونی، هر چقدر میتونی عقب،
که احساس بکنی این شونه ها داره کار میکنه. اگه کسی شونه درد داره باید مواظب باشه. میتونی اگه شونه درد داری این کارو بکنی، یه ذره بازی بکنی. اگه نه که این خیلی خوبه، ورزش خوبیه. میاین جلو. این حرکت بهش میگن کبرا، مثل مار کبرا. خیلی مواظب باشین که کمرتون درد نگیره، خیلی نریم پایین. همینجا خوبه. بین این حرکت طول سگ و کبرا با نفس بازی کنین. نفس میرین تو، بیرون، تو، بیرون. طول سگ، کبرا. بعد آروم میایم پایین. تا دست رو میذارین روی آرنجتون. این حرکت رو بهش میگن حرکت ابوالهول، به انگلیسی بهش میگن سفینکس. یعنی شما مجسمه ابوالهول رو نگاه کنی از جلو، همینجوری یک کله است و دستاش هم گذاشته روی زمین مثل یه شیر. این برای کمر خیلی خوبه. سعی کنین که هیچ فشاری به کمر نیاد، فقط همینجوری اگه بشینی گردن هم آروم ریلکس، هیچ فشاری رو گردن نیارین. میتونی با شونه بازی کنی، بسته این که اگه شونه درد میکنه یا نمیکنه. ولی مهمترین اینه که این کمر رو باز میکنه، این قوس کمر رو به بیرون. به قول معروف به انگلیسی بهش میگن بک بند، یعنی به پشت خم بشین عوض به جلو. خلاصه این همون ورزش ابوالهوله که این خیلی برای کمر خوبه. و بعد همونطور که گفتم یه حالت دیگه‌ش هم هست که این دوتا دست رو میارین کنار سینه و یه خورده بلند میشه. این خیلی مشکله ولی میتونی بازی کنی، ببینیم چقدر شونه‌تون قدرت داره. اینو بهش میگن بچه کبرا، چون کبرا خودش کاملا میای بالا ولی باید حسابی مواظب باشه همونطور که گفتم. ولی بچه کبرا اینجوریه. اگرم میتونی چیز کنی با شونه هاتون هم میتونی بازی کنی. یه چیز خیلی خوب اینه که این دوتا رو یکی رو این ور میذاری یکی رو اینجا رو فقط دراز میکشین رو زمین. این باعث میشه که پشت همه باز میشه، شونه باز میشه. میتونین با شونه هاتون بازی کنین اگه میتونین. این بذارید توی اون محوطه شونه قشنگ حرکت کنه که باز بشه. ببینیم دیگه چی داریم اینجا. بعد از بچه کبرا یه حرکت دیگه که داریم اینه که دراز بکشین تا اونجا که میتونیم مواظب باشین. دراز کشیدن ما هیچ راهی نمیدیم، هر جور که بتونیم. مهم اینه که به خودتون ضربه نرسونی. یه راه خیلی بهتر خوب اینه که به طرف به کنار دو تا دستاتون بزنین کنار، آروم بیاین پایین. بعد که خوب اومدین رو پشتتون، این سعی کنین که دوتا زانو رو با هم بیارین یه طرف. اگرم اینو از قبل آماده کنید، یکی رو میزنید زیر سرتون مثل این بالش های ژاپنی. بعد اینجوری فقط روی زمین دراز بکشین، زانو به این طرف، این دست رو باز میکنید به طرف بیرون. این همینجوری فقط میشینید. این چند تا حالت مختلف داره که بستگی داره که بدن چقدر آمادگی داشته باشه. ولی در اول فقط احساس بکنین که پشتتون داره میپیچه، این شونه یه مقدار باز میشه. دیگه از این بیشتر نمیخواد بریم. یه چند لحظه اینجا میمونیم، چند تا نفس میکشیم، بعد برمیگردیم عوض میکنیم به طرف مقابل. این دست باز میشه. اما من تمام شونم از اینجا این خود و این جلو همه احساس. این هم برای کمر خوبه، هم برای باز کردن شونه. و این هر جوری که میتونیم میایم بالا. و بعد یه ورزش دیگه هم که امروز خواستم بدم اینه که دستاتون رو باز میکنیم.
اینم بستگی داره که اگه شونه‌تون درد میکنه یا نه. اگه شونه درد میکنه یه خورده جمع میکنی، هرچی بازتر باشه مقدار وزن دست بالاتر، به شونه بیشتر فشار میاد دیگه. هر چقدر میتونی. بعد دست رو ساکن نگه میدارین، از آرنج برش میگردین، از آرنج برمیگردونیم. 1 2 3 4 5. بعد حرکت بعدی اینه که تمام دست رو برمیگردین اگه میتونین، از بالا، یعنی تمام بازو هم برمیگرده. بازم اگه گفتم اگه میبینین که درد میگیره تا اونجا که میتونین، این یه مشکله، ولی اگه بشه انجام بشه خیلی خوبه. 1 2 3 4 5. بعد از این میخواستم یکی مقدار راجع به ورزش در حال ایستاده صحبت کنم. یکیش اینه که فقط خم بشین مثل نماز در حال رکوع و این دستتون رو میارین میذارین روی زانوتون یا هر چقدر پایین‌تر، بستگی که چقدر کمک میکنه. این برای کشیدن پشت زانو و این عضله‌های همسترینگ خیلی خوبه و مخصوصا برای کسایی که زانو درد دارن. این یکی از ورزش‌های اولیه است که کمک میکنه، چون برای زانو درد خیلی عضله‌های واسن هست، عضله‌های پشت رون هست، عضله‌های کنار رون هست، از زانو هست که این همه باید آروم آروم کشیده بشه، باز بشه. هم باید کشیده بشه. کار یوگا اینه که هم کشیده میشه هم تقویت میکنه. بنابراین شما در این حالت میمونین. یه کار دیگه که میتونیم بکنین اینه که دستاتون رو بیارین پشتتون و بیارین ببینین چقدر میتونین بیارین. اینم یه حرکت دیگه است که خیلی خوبه. هر چقدر اینو ادامه بدین میتونین بیارین پایین تا هر چقدر که میتونین برگردین. یکی نفس رو میرین بیرون، میرین بالا، نفس رو میرین تو، نفس رو میرین بیرون، نفس تو. و این فکر میکنم حدود 20 دقیقه باشه، حدود یه مقدار کمتر برای امروز، تا دفعه بعد که ما به خود ورزش‌های دیگر رو ادامه میدیم. من یه دونه لینک رو برای دفعه قبل درس اول رو میذارم پایین زمین. خیلی ممنون. روز خوبی داشته